این بار میخوایم در مورد یه خونه قدیمی و مخروبه تو دل جنگل صحبت کنیم که سالها کسی به اونجا پا نذاشته. مردم روستای اطراف همیشه حرفای عجیبی میزدن و میگفتن هر کس شب به اونجا بره دیگه بر نمیگرده. با این حال گروهی از جوونا تصمیم گرفتن بدون توجه به صحبت روستایی‌ها به اون خونه برن و راز اونجا رو کشف کنن. اونها با چراغ قوه و دوربین و تجهیزات به سمت خونه حرکت کردند، در حالی که هوا به شدت سرد بود و باد میون درختای ترسناک و سیاه زوزه میکشید. وقتی به خونه رسیدن، در قدیمی و چوبی اون با صدای ناله مانندی باز شد. گرد و خاک همه جای خونه رو پوشونده بود. دیوارها ترک خورده بود و پرده های پاره توی باد تکون میخورد. اونا شروع کردن به گشتن خونه، در حالی که نمیدونستن تا چند دقیقه دیگه قراره چه اتفاقی بیفته. هلن، یکی از دخترها، به طبقه بالا میره. با یک آینه قدیمی و شکسته مواجه میشه. به آینه نزدیک میشه و ناگهان تصویر خودش رو میبینه که داره بهش لبخند میزنه، در حالی که خودش لبخندی بر لب نداشته. در همون لحظه چراغ قوه هاشون خاموش میشه و تاریکی مطلق همه جا رو فرا میگیره. شروع میکنن به فریاد زدن و به سمت در خروجی میدوئن، اما در بسته میشه و صدای خنده شدید رو میشنون و یکی یکی صدای فریادهاشون قطع میشه. بعد از طلوع آفتاب، مردم روستا که صداهای زیادی از خونه شنیدن به سمت خونه میرن، اما اونجا هیچ کس رو پیدا نمی کنن. تنها چیزی که باقی مونده همون آینه قدیمیه که تصویر هر 5 جوان در اون دیده می شده، با چهره‌ای پر از وحشت و ترس.